این ارتفاعات زیبا و سرسبز که اینک در کوران تحول ابرها چشماندازهای خیره کننده ای را به نمایش گذاشتند، رشته کوههای تروس در جنوب کشور ترکیه هستند. این سرزمین آرام که پوشیده از جنگل‌های کاج است، از منظر جغرافیای طبیعی به اتحادیه کاج‌های آبی یا کاج‌های مدیترانه‌ای شهرت دارد. دیاری افسانه‌ای و کهن که قدمت حیات در آن به هزارهای پیش از میلاد برمیگردد. گونه کاج با عمری بیش از 500 سال درختی مقاوم است که روزها و شبهای بیشماری را در این ارتفاعات زیبا سپری کرده است. کاج سیاه اغلب بر بلندترین صخره‌های کوه می‌روید و زیبایی خیره کننده خود را نثار رهگذران و مسافران این سرزمین کوهستانی می‌کند. بیست و 22 میلیون هکتار از زمین‌های کشور ترکیه را جنگل‌ها به خود اختصاص دادند. یعنی 27% از خاک این کشور پوشیده از جنگل است. این پتانسیل سرشار حکایت از ثروتی بزرگ می‌کند که خدای بخشنده مهربان در اختیار ساکنین این سرزمین زیبا گذاشته است. این پوشش جنگلی ادامه جنگل کارابیوکاک در جنوب ایالت مرسین است. پوششی از کاج‌های دریایی، کاج سیاه، کاج‌های پیرنه و کاج اتریشی که به فراوانی در این دیار با تراوت می‌رویند. راه ما را به خود می‌خواند. باید رفت و این سرزمین زیبا را کاوش کرد. زندگی بر مدار سفر می‌طلبد که به هر سوی که تو را می‌خواند راهی شوی و ما اینک در سفری شگفت پای به دیار باشکوهی گذاشته ایم تا امروز برایمان چه ارمغانی داشته باشد. این منطقه در میان بومیان به اورمانکند شهرت دارد. سرزمین جنگل‌های سرشار، دیار کاج و سرو و صنوبر و صدها گونه گیاهی که این تنوع و فراوانی خبر از ثروتی بزرگ می‌دهند. ثروتی طبیعی و خداداد که با اندکی سرمایه گذاری از قوه به فعل در خواهند آمد.
این راه آسفالت و زیبا در میانه جنگل شرایطی را فراهم کرده است که گروه‌های گردشگر در قالب تورهای سافاری به این منطقه بیایند. حرکت در میان درختان کاج و دیدن مناظر بی‌بدیل این دیار اینک جاذبه‌ای شده است تا این گردشگران ساعات خوشی را از بودن در این سرزمین زیبا برای خود رقم بزنند. وجود راه در مناطق بکر و صعب العبور عاملی خواهد شد که گروه‌های گردشگر با اطمینان خاطر پای در سفری هیجان انگیز گذاشته و در این سرزمین جنگلی به کشف و شهود بپردازند. سفرهای گروهی قوانینی دارند که اجرای آن برای گردشگران الزامی و مهم است. این توقف در مسیر فرصتی است برای یکی شدن گروه. این یک قانون است. هیچ کس نباید از گروه جدا شود. پس کمی صبر در مسیر سفر و هماهنگی گروهی برای ادامه راه. این گردشگران آمده از اروپا مردمانی شادند که امروز به واسطه حضور در جنگل‌های کاج شادمانه تر شدند. گردشگران مسافران اکنون هستند. آنان زندگی یک نواخت و ماشین زده خود را ترک کرده تا زندگی بر مدار سفر را تجربه کنند و زندگی بر مدار سفر یعنی زندگی در اکنون، یعنی بودن در همین لحظه که از آن توست. کاروان به راه می افتد و ما نیز با آنان همسفر می شویم. گویی دست تقدیر امروزمان را با این گردشگران هماهنگ کرده است. پس پای در راه می نهیم و دل به اکنون می سپاریم. حرکت در میانه جنگل‌های کاج و عبور از فضاهای روستایی لذتی وصف ناپذیر دارد که تا پای در راهش نگذاری آن را درک نخواهی کرد.
کاروان گردشگران در منزلگاهی روستایی توقف می کند. روستای محمودسی، درست در بلندترین ارتفاعات منطقه جنگلی اورمانکent. برای این گردشگران اروپایی که از مهد مدرنیته و زندگی ماشینی آمدند، حضور در یک روستای کهن، آن هم در قلب جنگل‌های کاج، خاطره‌ای هیجان انگیز و بیاد ماندنی خواهد بود. گردانندگان تورهای سافاری برای مسافران خود برنامه‌های خاصی تدارک می‌بینند. اعلام روز تولد گردشگران یکی از آن برنامه‌های مفرح و موقت است. Now we are in Mahmud Seydi village. Ladies and gentlemen, please don't outside. لیدر گروه گردشگران برایشان توضیح می‌دهد که چرا به این روستای کهن آمدند. محمودسی روستایی متفاوت است. روستایی که مسجدی کهن و عمارتی قدیمی دارد و شخصیتی ستودنی و تأثیرگذار که هر دوی اینها باید معرفی شوند. چند صد سال پیش در این روستا فرزندی چشم به جهان گشود که بعدها در زمره نیکوکاران عالم درآمد. او در خانواده‌ای ساده و روستایی رشد کرد و به سرعت نبوغ و توانمندی خود را در درک حقایق روزگار بر همگان آشکار ساخت. حمدالله امین پاشا در نوجوانی و پس از کسب علوم متعارف زمان خود به منظور ارتقاء دانش و خرد به مصر رفت و در آنجا بالاترین رتبه تحصیلی در زمینه حقوق را کسب کرد و پس از آن چندین سال را در لندن و سوئیس به علم اقتصاد پرداخت و در میان همکیشان خود به مراتب اعلای دانش دست یافت. این عمارت کهن که اینک موزه مردم شناسی شده است، زادگاه حمدالله امین پاشاست. عمارتی ساده و بی آلایش که روزگاری گاهواره پرورش این مرد بزرگ بوده است. خانه‌ای با همان اشیاء و وسایل زندگی که امروزه در شمار آثار باستانی در آمده و برای این گردشگران جذابیت ویژه‌ای یافته است. آری، هر کس که به سرای حمدالله پای گذارد
مشمول مهر و محبت او و خانواده‌اش خواهد بود و این جوشانده گیاهی که از گلهای معطر جنگل فراهم شده است هدیه‌ای است برای این رهگذران که جانشان تازه تر شود. احمد از نوادگان حمدالله امین پاشا هنرمندی در عرصه دست ساخته های سنتی و بومی است. او سعی دارد با جملاتی کوتاه شخصیت والای حمدالله را به این گردشگران بشناساند و گاه با معرفی کتابی در شناخت این مرد نیکوکار می‌خواهد به آنان بگوید که پای در خانه بزرگ مردی از تبار خیرین ترکیه گذاشتند. حمدالله امین پاشا پس از بازگشت از اروپا به روستای آبا و اجدادیش آمد و این مسجد زیبا را بنا نهاد. مسجد کهن روستای محمودسی با معماری عصر سلجوقی بنایی متبرک و موزون است که اینک نماد لاینفک تدین در قلب جنگل‌های کاج شده است. حمدالله امین پاشا به همراهی همسرش تمامی اموال خود را از منقول و غیر منقول وقف تحصیل مستمندان و بی‌بضاعتان عصر خویش کرد. از سر همین نیکوکاری و عافیت اندیشی حمدالله امین است که امروزه به نیکی از او یاد می شود و اگر در برنامه این تور گردشگری آمدن به روستای محمودسی گنجانده شده به واسطه آن است که حمدالله امین پاشا را به عنوان یک نمونه خوب از مردم ترکیه معرفی کند. پای گذاردن در یک مسجد کهن برای این گردشگران اروپایی جذابیت خاصی دارد، به ویژه آنکه میباید آداب و رسوم حضور در مسجد مسلمانان را رعایت کنند، یعنی حفظ حجاب برای بانوان که در مذهب اسلام امری واجب و اجتناب ناپذیر تلقی می شود. گرچه پوشش اسلامی ظاهر این زنان اروپایی را عوض کرده است، اما آنها با تواضع و فروتنی این رسم را میپذیرند و با احترام به آداب اسلامی از حضورشان در فضای معنوی مسجد لذت میبرند.
زمان رفتن فرا رسیده است و گروه گردشگران پس از دیدار و بازدید از عمارت تاریخی حمدالله امین پاشا و حضور در مسجد روستا، اینک طبق برنامه‌های تور به قصد مکان دیگری راهی می شوند. امروز روستای محمودسی با آمدن این گروه از گردشگران شور و نشاط خاصی یافته بود و اکنون که آنان روستا را ترک می کنند، باز هم سکوت و آرامش بر فضای روستا حاکم می شود. پای در راه می نهیم و به سمت ارتفاعات شرقی این دیار می رویم، جایی که دره آبشارها و جویبارهای خروشان ساپادره انتظارمان را می کشد. ساپادره دیاری با تراوت است که در شرق شهر زیبای آلانیا و در میان ارتفاعات کوهستانی مجاور دریای مدیترانه واقع شده است. این سرزمین زیبا به واسطه بارندگی‌های بسیار پوشیده از جنگل‌های کاج است. گویی کاج‌های سربلند سلاطین بیجقه این کوهستان‌ها هستند. در عمق دره‌های این کوهستان چشمه‌ها و آبشارها و جویبارهای خروشان خودنمایی می‌کنند و چشم و دل هر رهگذر و مسافری را که به این اقلیم پای می‌گذارد به واسطه تراوت این دیار به وجد می‌آورند. خدای بخشنده مهربان به قلم هنرمندانش این سرزمین را به گونه‌ای طراحی کرده است که تداعیگر بهشت باشد و به راستی کیست که پای در این وادی باشکوه بگذارد و شکرگزار خالق بی همتای هستی بخش نباشد. طبیعت دوستان و گردشگران آمده از اروپا برای لحظاتی در استراحتگاه‌های بین راهی و در میان دره توقف می‌کنند تا از آب و سایه‌سار و خنک‌های این دره زیبا لذت ببرند. اینجا یکی از منزلگاه‌های میان دره است که با سلیقه و زیبا آراسته شده تا پذیرای رهگذران باشد. آهنگ خوشایند این جویبار پیام‌آور زندگی است. آری، به راستی که زندگی همچو این آب روان در گذر است. ساپادره
دیاری با تراوت است که همه روزه پذیرای گردشگران بسیاری است. مسافرانی که از گرمای شهر به خنک‌های این دره سبز آمدند و در گذر از این اقلیم کوهستانی و جنگل‌های کاج گاه در مکان‌های روستایی بین راه توقفی کوتاه می‌کنند و از جاذبه‌های آن بهره می‌برند. این مردمان آمده از دنیای مدرن محو شگفتی ها و جاذبه های این سرزمین می شوند. برای آنها هر چیزی که متفاوت باشد جذاب است، حتی اگر این گونه دوش بگیرند برایشان مهیج و خوشایند است. این بانوی ترک بسیار ماهرانه نان میپزد. او عاشقانه نان میپزد تا نانش مستانه باشد و مستی فزاید. نانی از گندم و گلهای معطر کوهستان و پنیر محلی که روی ساج مهیا می شود دل هر رهگذری را می رو باید. بوی نان و بوی گلهای این دیار بر جان آدمی می نشینند و محال است که در این فضا لقمه نان خورده باشی و طعم و عطر آن از خاطرت برود. باز هم آهنگ سفر، باز هم اعلام حرکت، باز هم رفتن و کوچ به دیاری دیگر. آری باید رفت. زیبایی های بسیاری هست که باید دید. این گروه هم
پس از آبتنی در حوضچه اکنون راهی مکانی دیگر می شوند. رشته کوههای تروس در جنوب دریای مدیترانه علاوه بر یک موقعیت طبیعی منحصر به فرد، افسانه ها و رازهای شگفتی را در دل خود نهفته دارند. یکی از آن افسانه ها ما را بران داشت تا راهی غاری شگفت در ارتفاعات منطقه ساپادره شویم. غار هفت کوتوله و افسانه زندگی آنها در این غار اینک جاذبه‌ای برای کشاندن این همه گردشگر اروپایی به این منطقه شده است. غاری که در شیب تند این ارتفاع و در نقطه‌ای غیر قابل دسترس قرار دارد. این پل چوبی طویل ما را به غار هفت کوتوله میرساند، غاری که هزاران سال قدمت دارد و آدمی را در مرز حقیقت و رؤیا معلق میگذارد. این غار تا 200 متر در عمق زمین پایین می رود و دهلیزهایی دارد که هنوز ناشناخته و کشف نشده باقی مانده‌اند. بومیان منطقه بر اساس این افسانه بخشی از میوه‌های باغ‌هایشان را دست نخورده می‌گذاشتند که کوتوله‌ها از آنها استفاده کنند. هنوز هم برخی معتقدند که موجوداتی غریب در این حفره‌ها رفت آمد می‌کنند و بنا به شواهدی موجوداتی کوتاه قد توسط بچه‌ها و گاه افراد کهنسال روستایی در حال تردد در غار دیده شدند. به راستی اگر افسانه زندگی کوتوله‌ها در این غار حقیقت داشته باشد، شیوه زندگی آنها در این غار چگونه بوده است؟ کجا استراحت می‌کردند؟ چگونه غذا درست می‌کرده و آتش برپا کردند؟ از این افسانه که بگذریم، غار زیبای ساپادره با قندیل‌ها و رنگ و لعاب کهن و افسانه‌ایش امروزه جاذبه‌ای شگفت و در خور توجه برای گردشگران است. غاری که آدمی با حضور در آن حس شگفت پای گذاردن بر جای پای انسان‌های عصر غارنشینی را تجربه می‌کند و این خود لحظه و آنی است که گردشگران اروپایی تشنه درک آن هستند.
و توی دوست، زندگی بر مدار سفر نعمتی است بسان گوهری کمیاب که انسان عصر حاضر نیازمند درک و تجربه آن است. سفر به این دیار با شکوه به پایان آمد، اما راه همچنان نوید کوچ می دهد. جاده از رفتن می گوید سفر و باز هم سفر به ناکجایی دیگر. چگونه بگویمت که زندگی بر چرخه سفر و بودن در مدار سفر چه حکایتی است؟ تنها تو را خواهم گفت که باید رفت، باید پای در راه گذاشت و رفت، که خوشایندترین و مهیجترین نعمت برای انسان ماشین زده عصر امروز سفر است و زندگی بر مدار سفر.